خبر؟ سیگارت و ناس در شریعت مکروه تحریمی است. مثلا سیگارت اکثر فقها حرام میگن کشیدنش. به خاطر چی؟ به خاطری که زیان داره در سلامتی، به خاطر آنکه اسراف است. به همین خاطر رسول اکرم نکردن که کسی پیاز میخوره، چسناک میخوره یا چیزی بدبو میخوره مثل کرفس، مثل پاپیروس، نمازگاه ما مسلمانان رو نبیاد. ناس باشه مکروه است و حرام نیست. این مکروه میگم به خاطر که اسراف است. مثلا هر روز یک سوند یک کیلو ناس میگیره. اسراف میداره. کلوگ هوای اسراف کرد به خدا اسرافکارا رو دوست نمیداره. اما حکمش طهارت شکستن جان طهارت نمیشکند. اگر گرم کند مثلا ناس کشید گرم شد طهارتش میشکند، لیکن گرم نکند طهارتش نمیشکند. اما روزه رو فاسد میکنند. سیگارت هم روزه رو میشکنه، ویران میکنند، ناس هم میشکنند. اگر رفت تو یک آدم مثلا ناس کشید، خب گرم نشد، طهارت داشت، به هوای طهارت نماز خوانده میشه، لیکن مکروه هست. به خاطر چی؟ به خاطر که دهنش بو میکنه. رسول اکرم گفتن که شما هر چیزی که سبب آزار ملائکه ها میشد، مثل من چسناک و اینها رو گفتن خورده مسجد نبی فإن الملائکه تتعظى مما يتعظى عنه الناس. از این مثلا مکروه است. خصوصا جوانا باید از این چیزها پرهیز کنند، دهنشان پاکیزه و نگاه دارن بدبویی نشود. این آداب نیست که نماز که بهترین حالتی نزدیکی بنده به خدا های با دهن بوی پاپیروس و با دهن بوی ناس و نماز نزدیک شوند. این آداب نیست. از این سبب مثلا پیش یا آدمی کلان دهنش بوی پاپیروس کنه قطیش رو پرو گپ زدن شرم داره. مثلا پیش حاکما باشه دهنش میشو یا دنداناشو تازه میکنه با پیش حاکمش میداره دهنم بو نکنه گفته و تو شرم نداشته به اون دهنی پاپیروسدار و بویناکی بوی ناسدار در نماز الله اکبر میگه با خدا راز میگه. خدا این نماز قبول نمیکنه. این نماز درست هم کشیده اما قبولیت نداره. این نماز ثواب نداره. بنابراین کشیدن این ناس و پاپیروس مکروه تحریمی بشن. حضرت بایزید میگه 1000 بار شستم دهان بگو مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید. من 10 بار 100 بار با آب و گردان میکنم با آبی گل، گفتم الله گفتند شرمو میبگین دهنی من لایقی نامیتونیست. او لعنتی به اون پاپیروس دهنش بو کنه با الله اکبر گوید و 100 نامکروه کرد به این نماز خواندیست. لیکن حکم شرعیش نمیشه. شریعت ظاهرش دیگر است. اگر گرم نشود طهارت نمیشه کرد. همین امام شوانش کن بکنن مکروه. امامتش مکروه است. پاپیروسکش ناسکش امامتش مکروه است. پیش ندارم بعد. اگر رفت غیر بیار جوانی با تقوا و نگاه موسیقی پاکیزه باشه باید دارد اونا را از خوش نخوانید. بابا روشن همین درباره و آنوارش می‌کرد که درباره تویر و تویری و کردیم که مودرش لگات کردی. من دیگه بسیار از کجا مونده بودم بعضی موضوع کردیم توش نگید همین میگن دیگه بسیار بسیارشون میگن اشکاشو میریزه. اگر غیر همون پاپیروسکش دیگه اهل علم نباشه که پیش دارد، این صورت در خفای وای نماز خواندن درست است و مکروه معامله که اون نماز ثوابی کامل نداره. به هر حال جوانا احتیاط کنن نقشن. از این چیزی که سبب زیان سلامتیشان میشه، سبب زیان کیسهشان میشه. اگر پول همون یا پشک پاپیروس هر روز 3 سوم 5 سوم جمع کنن در ماه 150 سوم میشه. 4 میشه زندگیش به خوب نیست. شما اسرافکارا این المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. خدا میگه اسرافکارا چی در مال چی در عمر اینها برادرای شیطان. خدا شیطان با برادراش دوست نمیداره. خدا نگهتان داره، سلامتان داره، جوانا رو توفیق که از این راههای بس بازگردان جوانای خوب شد.